خب در این ویدیو با حل یک دیگه از سوالهای خفنمون در اردوی نوروزی در خدمتتون هستم تا ببینید که توی اردوی نوروزی برای بچه‌ها چیکار کردیم. سوال داده شده به این شکل میگه 4 نفر به نامهای کیان، کیومرث، کیوان و کیانوش در یک صف ایستاده‌اند. اگر نام خانوادگی این 4 نفر بدون رعایت ترتیب سلمانی، محمدی، نقی‌زاده و دهی باشد، با در نظر گرفتن موارد زیر به تست 22 پاسخ دهید. الف، فردی با نام خانوادگی سلمانی دقیقاً بین کیان و فردی با نام خانوادگی محمدی ایستاده است. فردی با نام خانوادگی دهی و فردی به اسم کیوان پشت سر هم قرار دارند. نام خانوادگی کیانوش سلمانی نیست. اگر نام خانوادگی افرادی که در جایگاه مربع و مثلث ایستاده اند نه سلمانی باشد نه نگیزاده، در این صورت کیومرث در کدوم جایگاه ایستاده؟ بچه‌ها مربع و مثلث من طبق روی مسئله نه سلمانیه نه نگیزاده. من 4 تا فامیلی دارم، سلمانی، محمدی، نگیزاده، دهی. خب میگه این 2 نفری که اینجا هست مربع و مثلث سلمانی و نگیزاده نیستن. خب وقتی این 2 تا سلمانی و نگیزاده نباشن پس یا این سلمانیه این نگیزاده است یا این نگیزاده است این سلمانیه. 2 تا حالت پیش میاد، حالت 1 این ورم میگیرم حالت 2. حالا در مورد الف چی گفته بود؟ میگه فردی که خانوادگیش سلمانیه بین کیان و محمدی قرار داره. سلمانی بین 2 نفره. بچه سلمانی اگر نفر آخر باشه میتونه بین 2 نفر قرار بگیره؟ نه، چون نفر بعدی اینجا نیست که بگم سلمانی بین نگیزاده و یه نفر دیگه است. پس مورد دوم قشنگ بای بای میکنه، با روی سوال در تناقضه. پس قطعا در واقع اون چیزی که درست رفتیم حالت 1. حالا میگه سلمانی یعنی این بین کی و کیه؟ دقیقاً ببین سلمانی دقیقاً بین کیان و محمدیه. ببینید بچه‌ها وقتی سلمانی بین کیان و محمدیه این فامیلیش شده نگیزاده، یعنی دیگه فامیلیش محمدی نیست. پس وقتی سلمانی بین محمدی و کیانه فامیلی محمدی رو اینجا میتونم بذارم. حالا بین این محمدی و کیانه، کیان اسم کوچیکه پس کیانم میذارم اینجا. خیلی قشنگ. ببینید الان سلمانی بین محمدی و چی قرار گرفته بچه‌ها؟ بین محمدی و کیان قرار گرفته. عین مورد الف بین کیان و محمدی قرار داره. حالا مورد ب، فردی با نام خانوادگی دهی و فردی به اسم کیوان پشت سر هم قرار دارن. بچه‌ها من 4 تا فامیلی داشتم. خب اینجا ببینید من نگیزاده رو نوشتم رفته، سلمانی رو نوشتم رفته، محمدی رو نوشتم رفته. تنها نام خانوادگی که مونده چیه؟ قطعاً دهیه. پس دهی هم میرسه به اینجا. حالا چی گفته؟ میگه دهی و کیوان پشت سر همن. پس این شد دهی، قطعاً این کیه؟ این کیوانه، میشه کیوانه محمدی. حالا میگه کیانوش سلمانی نیست. خب بچه تو اسامی کیوان و کیان رفتن. ببینید کیان و کیوان رفتن. حالا خودش در روی سوال میگه کیانوش سلمانی نیست، یعنی به این سلمانی نمیتونم کیانوش بدم، پس کیانوش رو میدم به دهی. بین اسامی فقط کی مونده؟ کیومرث مونده. کیومرث هم میدم به سلمانی. حالا دقت بکن، گفته کیومرث در کدوم جایگاهه؟ در جایگاه دایره گزینه شماره 3